صحنه تکرار رو با هم ببینیم. اینجا چه برداشتی کرد سعید عوض، در ادامه میرفت که امتیازگیری کنه که اینجا با یار خودی برخورد کرد و منحرف شد. گوساله به بیرون رفته و باید از نقطه برداشت مجدداً به گردش در آورده بشه. مسافه تن به تن یا جیگ به جیگ میان پهلوانان بغلان و بدخشان. کدام پهلوان؟ بله، یار بغلان گوساله را در اختیار داره. بازم سعید عوض برای بغلان. نجیب مختار دست خودش را گیر داده. فرصت برای بازیکنان بغلان هست. آیا بازی به تساوی کشانیده خواهد شد یا اجازه این کار را نخواهند داد یاران بدخشان؟ بازم موقعیت برای سعید عوض در اختیار داره گوساله را. تا حالا گوساله به بیرون نرفته و حالا آقای ابراهیم ترکمن به ویسلش دمید و باید از دایره برداشت بازی را آغاز بکنند. اینجا فرار سید مسعود، البته سعید عوض را در تصویر میبینید. طبق معمول باز هم با اسب چابک خود برای امتیازگیری مصمم هست. نتیجه نزدیکی است. هر لحظه امکان داره بغلان گل تساوی را به ثمر برسانه. فرصت بازم برای یاران بدخشان هست. ببینیم که از این موقعیت چگونه استفاده میکنه. فرصت و یکی از پهلوانان بغلان هم دست خودش را گیر داده. صد راه بازیکنان بدخشان. فرصت امتیاز سوم میره که کسب بکند. بازم چرخش 180 درجه ای از سوی نجیب مختار. نجیب گوساله را در اختیار داره. فرصت برای بازیکنان بغلان. دوست نداره به سادگی گوساله را از دست بده. فرصت و گوساله ای که همچنان در اختیار نجیب مختار بود حالا از دست میره برای این تیم. گوساله بازم به بیرون رفته و